برادران عزیز السلام علیکم. امروز 19 ایون. اما تصمیم گرفتیم که یک سر بزنیم به این گوهوی در چراگاه بودگی در ایلاق یک خبر بگیریم. چند وقت شد ناماده بودیم، امروز اومدیم یک خبر گیریم. چخیلی که میبینی برادرها دیگرگونی هست در گوه، همین خیل در درون بروجو یک جای افتن استراحت دارن. وقتشون هم به حد خشای فربه کردگیان نسبت روزهای اول. این هم با خچای خودمون این هم فربه کردگی، گردنش غوشتگی. گفت یفتی؟ نه چلیدم. نه ده بر خوب میشتن. نه بخوام وقت طلب نیست. اینجا تا وسط تابوی میدانی هست وفره. این وقت طلب. درو آیا؟ بابا امیر اکا سلام احنا ما دیمم جام تریش بود. ولچکش و چه بود نموش. از پای خچی رایا؟ چه عمل عقیلیش می‌کنه. شاسر محمدی اونجا. او ترمای ایجا هوی خری هو بایم پیش ترمه رو میرای یک پوره گشت مونده ترمه را پلوون گفته اگورا نه خرسه یا جوجوی اپاس نیبدست ای میخیل میرای همون یوشک شکی
برادرای مردم سه برشی گاو میگذرن، گاو میگذره میره. گاو حوصله کردگی برای همون میبرن برای شیرخری. برادرها امروز همین بود ماجراهای امروزه ما. در امان الله باشه. لایک فراموش نکنه. باز ادامه میتیم. زنده باشه.